سلام، من تیزبانم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم برای ببینیم توی اکانت جدیدی که ما خریدیم چی داره. اکانت اصلا شاخی هم نیست، ستمت کم داره ولی به اندازه خودش ستمت جمی داره. خب جم هم نداره این اکانت، گلد هم نداره متاسفانه. اسمش هم که میبینیم ولی بنر و آواتار خوبی داره. انصافا بهتون بگم لباس و شلوار و اینا هم داره. حالا تو ادامه ویدیو میبینید. در حد توان مالی این اکانت خریدم و این اکانت به 50 تومن خریدم. واقعا دیگه ارزشش رو فکر کنم داره این اکانت 50 تومن. بریم سراغ بررسیش. آقایون خیلی متشکرم که دوباره همراه من شدید و اومدین این ویدیو رو تماشا کنید. بریم سراغ این یارو چی میگه. بچه بعد این اکانت یک اد فرندایی داره. خب من بهتون نشون نمیدم. اگه میخواین لایک های این ویدیو رو به 20 تا برسونیم تا من برم براتون اد فرندای اینم بزنم چه اد فرندایی داره این اکانت. خب بریم سراغ. اول از همه با موهاش شروع میکنیم که این مو شاخه داره. این یارو هم که چقدر کلاهش باحاله. این موها رو داره. حالا برای این فکر کاراکتر بوده. این هم که مال گلد رویال بوده اگه اشتباه نکنم. گلد رویال، حالا به چی میگم، لاکی رویال چیه من نمیشناسم اینو. ولی یه کلاه باحال که این ست کاملش رو داره. ست کاملش داخل استور است. فکر کنم 1000 تا اینا جم میخواد. خب حالا بگذاریم. این موها رو داره، این موها رو داره و این که همیشه رایگان میده. این هم که با اون توکن قرمزای عقابیه. این کلاش چه گنده است یا حسین. این موی سفید جمی رو داره. این موها هم قشنگه که فکر کنم نستشو نداره. این موها رو داره. خلاصه بعد اینو که نشون دادم. اینم که نمیدونم واقعا با چیه. اینا کلاه چقدر خوشگله و این کلاه هم یک سیس باحالی میده با آدم و یک چقدر خوشگله یک کلاه دیگه. و بله اینا هم که رایگان بودن و اینا دخترونای زیادی هم داره کلاه. حالا بعد در ادامه ویدیو میرسیم سراغ ماسکا. این که ساعتیه ولکن. یک دونه عینک خوشگل داره. یک دونه ماسکی داره. هم ساعتیه. یک دونه ماسکی دیگه این مال همون سته است. این آبیه. یک عینک بسیار جذاب. این ماسکه رو خیلی دوست داشتم. البته قبلا دیگه الان دیگه اصلا خوشم نمیاد. هم که چشم‌بند چیه این. بریم سراغ تتوهای این. اول این تتو که ما رو 7 سالگی رایگان بوده. واسه من این چشمه رو بردارم یک موی خوبی هم بزنم که شما ببینید این تتوها چی هن. واسه یک موی خوب نیست یعنی مثلا تتوها معلوم شد. این از این تتو واقعا چشماشو نگاه چقدر خوشگله. یه تتو زشته خوشم نیومد ازش. یه تتو برزیلیه و اینم که سیسی میده به آدم و اینم چند تا دخترونم داره. میرسیم سراغ ستاش. این سته که همون با جم گفتم. این یارو سته هم توی این کارت قرمزا بوده. بکنم شما هم گرفته باشینش. چه لباسی داره. من دقیقا نمیدونم اینا مارکه یا نه. اگه شما میدونین کامنت ها حتما به من بگید. این لباسم قشنگ نیست. این هم ماره همون سته که گفتم تو گلد رویاله. اینم برای هیروی کلش اسکواد سیزن پیشترش بود فکر کنم 2 سیزن پیش. و این هودیه که واقعا هودیه قشنگیه. همش هودیه. جاکت یوتیوبری داره بابا. بنازم اصلا کار جمعه این و اینم با هم کارت قرمزاست.
چه خوشگله لباسش. اگه اشتباه نکنم که یه گردونه اومده بود، نمیدونم مال گردونه است یا نه. من اصلا لباس ورزشی، عاشق لباس ورزشی هم و چیزی که این داره اصلا یک چیز دیگه است این لباسه. حالا من نمیدونم چه لباس قشنگه، ولی فکر کنم رایگان بوده این، نمیدونم. این لباس هم خداییش قشنگه. این هودیه رو من یه جا دیدم، نمیدونم. اوه چه شبیه چیزه الیت 3 4 5 کدوم بود؟ 4 بود. یک دونه اینجوری چیز داره، یک دونه بالا تنه اینجوری داره، قشنگ شبیه اونه، یکم شبیه اونه، ولی چه شاخه این. واقعا قشنگه اینم. این لباسم در حد خودش قشنگه. و میرسیم اینا بابا چقدر قشنگ، یک دونه لباس چارخونه قرمز. این هم که رایگان بوده. اینا قبل آپدیت روشون وست میومده، ولی الان که دیگه وست نمیاد دیگه راحته دیگه. و چقدر تاب ماب داره، واقعا قشنگ. میرسیم سراغ شلوارای این کان. این فقط شلوارشو داره یارو، ستشو نداره. چجوری میشه ستشو نداشته باشه شلوارشو داشته باشه؟ عجیبه. اینم شلواره رو توپون میزنم. اینم که این دوتا رو دوست دارم. یه لحظه بسیم این شلواره با این فکرم ستش ها؟ نه بابا این ستش فهم میکنم. و از اینجا هم که مونده بود این شلواره هم که رایگانه. این شلواره هم قشنگه، از دوتا شلواره اصلا کفشش کفشیه همش. این کفشو نگاه کنید کلا میگی انگار کفش نپوشیده، جورابه. و اینم از کفشو. این کفشو این سه تا نگاه کن خداییش. از 1 تا 10 به این 3 چند میدید؟ شبیه اینه ولی این رنگش اصلا میرسیم سراغ بگاش که این بگ به خاطر 7 سالگی اومده و اینو داره، با من بود گرفته این بگ رو داره. اینا هم که خلاصه مال بویاپس رایگان و اینم مال مخصوص گیل بوده. خب بریم سراغ لوت باکساش. و لوت باکس دوباره اینم موقعی که آپدیت قبلی بود اومدش با یک تراگون توی گردونه اومد که اینم داره. اینم خوشگله. من اینو زیاد دیدم تو گیم، فکرم خزه و اینا رو من زیاد نمیشناسم این لوت باکس ها رو، فکر کنم اینا قدیمی هست. و حالا میرسیم سراغ چتر همین این قشنگ تر از همه. خب و از این یارو هم که نداره، ولی اینو داره. نمیدونم رایگان بوده یا نبوده، نمیدونم. اینم داره. این 500 تا جم میخواد تو استور، نمیدونم 399 تا یا 500 تا دیگه. حالا بله اینم که اگه داشته باشی یه توکنایی بتونی اگه بتونی. چی همه چیز داره، خداییش خوبه. حالا میریم سراغ دنس ها. یه دنس اینو داره 999 تا این تو استور. یه دنسش این یارو هست، یه دنس نازه. خب و یه دنسش که این دنس خزه، یک دنس دسته و یکی هم مال هیروی کلش اسکواده. جالبش اینه که فقط 1 بار رفته هیرو تو کلش اسکواد، اصلا اکانتی نیست که از لحاظ چیز. و این اسکارن که رایگان میداد اینم داره، فقط قوت اسکار داره، دنس مکید اینا هم نداره. این سراغ اسکین ماشیناش. یه اسکین ماشین بنفش لامبورگینی پاور نداره. چه قشنگه. یک دونه اسکین ماشین.
این برای همون ایونت چیزا نبود، نگاه کنیم شکل شبیه همون ایونت انیمه یا شیطان کش بود اومده بود شبیه اونه. اوه چه خوشگله این، اصلا معلوم نمیشه. نگاه کنین اینجا رو ببینین، حالا اینجا رو ببینین چقدر قشنگه خدایش. اینم که نداره و یه اسکین ماشین، یه اسکین سه چرخه‌ای هم داره که ازش از این چیزا میده با بیرون باحال. میرسیم سراغ پروفایلاش که اینم مال 7 سالگیه و ببینید من دونه دونه میزنم دیگه صحبت نمیکنم چون نمیدونم واقعا اینه که مال چیزه. بلال کی ذرت میخوره. این چه قشنگه، خدایش قشنگه. داره حالا بقیهش هم که نمیخوای. حالا میرسیم به اینجا. چه همه از اینا داره، با اینکه نرفته هیرو یک عالمه از اینا داره. سیزن 22 کلاش رنکت، یعنی از سیزن 22 داخل چیزه. شما ببینید دیگه و اینا رو هم داره. خلاصه اینم از این. حالا میریم به قسمت 31 ماجیک کیوب داره. اینا هم که هیچی، از اینا هم داره. از اینا کارتای چی هم نمیدونم، بکنم برای یک سایتی بودن که الان دیگه نیستن و خلاصه اینا برای همونا بودن، نمیدونم دیگه اینا ما چی بودن. و خلاصه این بود از اکانت ما. ها براستی برم گالری اکانت هم بهتون نشون بدم. این نیده رو چه نیده خوشگله خدایش. این نیده رو داره. خب حالا من نمیزنم اسلینگان. چه نیده چجوریه. قشنگه ولی هم تو مرغی اصلا بیتر. اسکین این یارو انشست چیه؟ آره انشست هم داره. ایکی این چی بود اسمش؟ نه یادم رفت. انچل سیا داره. اینم مال گیلد بوده فکر کنم اگه اشتباه نکنم. مکس 7 یکی مایتابه عکس دختر بیشه. حالا یه دونه چوب، یه دونه چوب. نه این ساتور بستی ساتور. من تبر قرمز خوشگل رایگان بوده. اینو میدونم رایگان بوده، اینو میدونم. نمیدونم دوتا انشست که اینا رو داره. دوتا X8 یک جور بکنم پاوراشو سم میکنه. گونزو و ایکی اسمایتش زد. ای دبل حالا بگیم بکرده یاروه و بریم پایین تر. دلیل چه دلیل خوشگله. اسکین اسکین ویکتور دبل ویکتور. این اسکین تراگونه هم داره و خدایش از این اسکین تراگونه خوشم میاد. و این یخه رو داره بچه ها. ایونتش هم رایگانه. خب این یخه رو ایونت رایگانش تازه توی گیم اومده. این داره یخه رو داره. چی از این بهتر. حالا هنوز ایونتش نیومده. بریم یخو بزنیم بگیم نانش ما شاخیم. آره ما با جم گرفتیم. چی میگه ای دبل و یک دونه بوتکر اسکایس هم داره و خدایش اکانت خوبیه. انصافا اکانت خوبیه. یه هم داره و بله همینا بود. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اینو بگم ببینید بچه ها، ما اگر به 50 تا سابسکرایب رسیدیم من 10 تا کد 110 جیمی آماده کردم. یعنی ببینید من دارم قرض میکنم خدایش 50 تا سابسکرایب برسیم. به محضی که برسیم از موقعی که برسیم تا موقعی که کدا تموم بشه هر ویدیو کد جیم 110 تایی داریم. نگاه کنیم خدایش حمایت کنیم ما سریعتر به 150 تا سابسکرایب برسیم. بعد براتون اصلا بذارم براتون عشق کنید. و ببینید هنوز چنل مانیتایز نشده من دارم براتون میذارم. خدایش دیگه چی از این بهتر. منو برسیم به 50 تا موقعی که مانیتایز هم بشه که از این میتر کنیم. یعنی قول میدم اولین دفعه که مانیتایز بشم با اولین درآمدم کد 1000 جیمی قرعه کشی میکنم. حمایت کنید خلاصه چنل ما همینجوری بزرگتر بشه و بریم برای
100 تا 200 تا 300 تا ایشالله با حمایت شما مهربونا و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.